Салом тамошобинёни азиз ва ҳаводорини барномаҳои телевизиони Сафина. Бо эълон кардани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат, имрӯз дар тамоми гӯшаву канори кишвар чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҷлил гардида истодааст ва инчунин мардуми ободкор салом тамошобинёни азиз ва ҳаводорини барномаҳои телевизиони Сафина. Бо эълон кардани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат, имрӯз дар тамоми гӯшаву канори кишвар чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҷлил гардида истодааст ва инчунин мардуми ободкору тамаддунсози шаҳри Турсунзода низ чунин як чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил ва пешкаши тамошобинён гардониданд. нақша гирифта шуда ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад. خیلی همگان میدونیم امروزها در شهر ترسونزاده و جماعت‌های دهات طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده بخشیده به 30مین سالگرد صاحب استقلالی کشور آزمون‌های شام ترسونزاده و شام دهات برگزار شده است. البته بسیار از جماعت‌های دهات و اون کارخانه و تشکیلات‌ها به این آزمون بسیار هم خوب تیاری می‌بینند. چقدر که ما امروز شاهد آن گشتیم، امروز در شهر ترسونزاده شام ترسونزاده از جانب بیمارخانه مرکزی، البته بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده بسیار هم در یک سطح بلند شام ترسونزاده را برگزار کرده است. تمام مردم محض کارگران همین کارخانه در برابر شفاکار بودنشان نمونه های البته دسترنج کارگران برآورده بودند. حتی سرود نیز از جانب خود آنها اجرا کرده شده، رقصی بهترین، سرودی بهترین و بسیار هم یک چیزی جالب بود. برای همین هم البته پیش از همه در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی ما باید کوشش به خرج بدهیم که البته هنرهای مردمی رو بیشتر تشویق و ترغیب کنیم، دریافت لیاقت‌های نو و دیگر سمت‌ها. البته این همه برای پیشرفت فرهنگ و تشکل حیات سالم میتواند که بسیار هم یک سهم بارز داشته باشد. باید گفت که آزمون شام ترسونزاده و شام دهات که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده اعلان گردیده است، در تمام کارخانه و تشکیلات و جماعت و دهات تشکیل کرده شده. مقصد برای دریافت چهره‌های نو و احیا گردانیدن هنرهای ملی مردمی بباشد. اینجا از جانب ساکنان نمایش هنرهای مردمی از قبیل دوزندگی، صندوقسازی، دوردگری، خوراک‌های ملی و یک مکان گوشه سیاحی تشکیل و پیشکش اعضایان حکمان گردانیده شده است. امسال پیشوای ملت در پیام نوبتی خود امسال را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نامیدند که این باعث خوشنودی و قبول مردم گردید. امروز طبق نقشه چاره‌بینی حکومت شهر ترسونزاده، طبق نقشه چاره‌بینی ماموریت بیمارخانه مرکزی، یک چاره‌بینی نمایش‌های هنرهای مردمی از جانب کارمندان بیمارخانه مرکزی نمایش داده ایستادند. کارمندان بیمارخانه نوابسته از آن که آنها طبیباً طبابت میکنند، با هر یک آنها به کشیده دوزی هنرهای مردمی و ما که از جماعت قرطاق در همه جا در کتاب‌های قدیمی هم هستند، هنرهای مردمی کلالگری در آنجا، کشیده دوزی و دیگر هنرهایی که هستند، طبیبان ما هم به این هنرها مشغولند. چوب تراشی میکنند، آنها کاسه تراشی میکنند و این چونین نرود هنرهای مردمی ما. همه خوراک‌های ملی که ما میکنیم پیشتر مثالی به میکردیم همینو از بین نرود و در سالهای آخر قریب که از بین رفته بود و این سالها دیده ایستادید که همه با رو به هنرهای مردمی گذاشته ایستادن، رو آوردن و
همونایی که خیلی امروز ما نمایش دادیم از دست ما زنهای تاجیک از دست ما طبیبان هم چنین کارها می‌باید. در این چورابینی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسنازاده نیز در وصف وطن، وحدت، جوانی، شعر و سرودا قرائت نمودند. همچنین از جانب دانشجویان کالج و لیسی‌های حدود شهر نمایش لباس‌های ملی دایر گردید. با اعلان گردیدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که از جانب پیشوای ملت اساسگار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان اعلان گردید، کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر امروز در شهر همایش بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل نمودند. در هرچند که دکتران فقط وظیفه طبابت را وام میکنند، لیکن به این نگاه نکرده از دست آنها هنرهای مردمی نیز میآید. من امروز چه که خودتان شاهد هستید، همه آن هنرهایی که از طرف کارمندان بیمارخانه تشکیل کرده شده است برای میز گذاشته شده است، برای دسترخوان گذاشته شده است و کارمندان هنرهای خود را نشان داده ایستادند. من فکر میکنم که کارمندان با سهم خود را با آن اعلانی که از طرف اساسگار صلح و وحدت شد دستگیری میکنند و تا آخر سال این هنرهای مردمی خود را رشد میدهند و در آینده نیز فکر میکنم که بغیر از آن که طبابت میکنند باز در رشد جمهوری تاجیکستان اوید به همه آن و که پیشنهادها می شود سهم خود ارزنده خود را میگذارند. اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی از یک طرف برای بهتر نمودن سطح زندگی هنرمندان مردم کشور باشد، از طرف دیگر در بلند برداشتن افتخار ملی و حس وطنداری به هنرهای مردمی نقش مؤثر می‌گذارد.
اصلا این چرخ از بابای بیبیامون با ما میراث گذاشته شده. این برای همین رشته ریسی از بابای بیبیم با من میراث گذاشته شده است از مادرم. این چرخ رو که همین رشته رو ما رسیدیم، بعد از اون با دیگه هنرها هم این رشته رو استفاده بردن ممکن است. اصلا به مثال من برای عروسان جای نماز میدوزیم، بالشته ها میدوزیم روی مالا و دیگر همین دستدوزی هایی که مثال از میراث مثال ماماهامون و باباهامون از مثال مادرامون دما مونده است با عروسا تقدیم میکنیم و دختر. من منتدار از مادر و از بیبیم هستم که این هنر رو به من آموختن. من مثال این هنر خودم رو باز با کلین و با دختران خودم گذاشتنی هستم و منتدار از پیشوای ملت از جناب عالی از آن هستم که این سال جوانان و سال مثال رشد سیاحی و همین هنرهای ملی به ما مثال اعلان نمودن. من به حد منتدارم از جناب عالی. پیامی سروری با بوی وحدت میرسد، بوی گل باقی محبت با سعادت میرسد، بوی گل باقی محبت با سعادت میرسد. چون پیام از پیشوای خلق و ملت میرسد. دستکاری ما برای کینه و بخل و حسود، بهر ما این لحظه یک دنیای حکمت میرسد، بهر ما این لحظه یک دنیای حکمت میرسد. اتحادانه که دارد بر سلامت میرسد. اعضای حکمان را که متخصصان ورزیده، سابقه‌داران، نفران روزگار دیده و دارای قابلیت بلند کسبی داشته انتخاب گردیدند، به هنر ساکنان این گوشه کشور بهای خوب دادند. آزمون شامی دهات در جماعت‌های شهرک و دهات شهر ترسونزاده ادامه دارد. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خاورت برابر زندگی کردن بس است. ما شکرانه از آن میکنیم که در هوای صاف و بی‌غبار، در فضای صلح و ثبات عمر به سر میبریم. و بینندگان عزیز، این بود برنامه‌ای که ما منظور شما گرداندیم. خیر تا برنامه‌های دیگر.